یه جای راحت پیدا کن. حتی اگه الان قلبت تند میزنه یا فکرت مشغوله، اشکالی نداره. فقط بشین و نفس بکش. آروم یه دم عمیق تا جایی که ریه‌هات اجازه میده. و بازدم طولانی طوری که انگار داری فشار ذهنی رو فوت میکنی بیرون. حالا دستت رو بذار روی سینه‌ت و بالا و پایین رفتن قفسه سینه رو آروم حس کن. همین الان، همین لحظه، بدن تو داره برای آروم نگه داشتنت تلاش میکنه. تو امنی. اگه فکرت میره سمت نگرانی ها، فقط نگاهش کن. نه دعواش کن و نه دنبالش برو. بذار رد شه. مثل ابری که از آسمون رد میشه بدون اینکه آسمون رو خراب کنه. یه نور خنک و آبی رو تصور کن. این نور از وسط پیشونیت شروع میشه و آروم میاد پایین. روی چشم ها، روی فک و از هر جا عبور میکنه اون ناحیه آروم و سبک میشه. حالا با خودت آروم و یواش بگو من الان اینجا هستم. این لحظه امنه و اضطرابم در حال رد شدن از منه و در من باقی نمیمونه. یه دم و بازدم عمیق دیگه انجام بده. بذار بدنت خودش رو تنظیم کنه. هر موقع آماده بودی آروم چشماتو باز کن. یه ذهن سبکتر و یه قلب آرومتر.